اگر کارهاشون به وجهه واحد باشد، یعنی مقصد خدا باشد، توجه به او انسان را وادار به کار بکند، هیچ اختلافی متصور نیست. تمام چیزهایی که بشر بهش مبتلا هست، اینها از خود آدم است. تمام یعنی کارهایی که به دست بشر انجام میگیرد، بلکه کارهایی هم که از غیب به ما وارد می شد. چه بسا این همه زلزله ها و سیل ها و طوفان ها برای این باشد که ما خودمون را